دوستانی بسیار عزیز، سلام و احترام به همه شما، به همه آنهایی که ما را میبینند. امروز من بسیار خوشحالم که افتخار آن را دارم که یکی از شخصیت های بسیار بزرگی حوزه فرهنگی فارسی، یکی از شخصیت های بسیار شناخته و فرهیخته حوزه تمدنی خراسان، استاد عبدالغفوری آرزو را با زادروزشان، با سال جشنشان تبریک میگویم. چرا من با افتخار این کار را انجام میدهم؟ زیرا در فضای فرهنگی، ادبی و علمی حوزه خراسان، یعنی هم در تاجیکستان، هم در افغانستان، هم در ایران، هم در هر جایی که فارس زبانان آگاه زندگی میکنند، نام استاد دکتر عبدالغفوری آرزو یک نام روشن، وارسته و یک رمز از دانش و ادب و فرهنگ است. زیرا همین رقم که استاد 63 سال عمر دارند و 64 کتاب دارند، گویای آن است که سخن درباره یک دریا، یک اقیانوس، یک بحری بی انتهای فرهنگ و دانش و علم و ادب و تلاش و پژوهش می رود. بنابراین ما با استاد یک چنین نگاه داریم. اگر به طور مشخص درباره شخصیت استاد عبدالغفوری آرزو صحبت کنیم، استاد آرزو از دیدگاه من، در شناختی که من در طول سالهای زیادی همکاری و آشنایی داشتم، یک شخصیتی چند بعدی هستند. مثلا در عین زمان که استاد همچون یک ادیب، یک شاعری برجسته مطرحند، همزمان با این یک محقق بسیار قوی ادبی و همزمان با این یک دیپلمات، یک شخصیت سیاسی و دیپلمات بسیار با تجربه و سطح بالا. اگر البته فرصت آن نمیشد که همه جنبه های شخصیت استاد را ذکر کنیم، من میخواستم آنچه به تاجیکستان مربوط است گویم که استاد آرزو در تاجیکستان همچون یک بیدل شناس پیش از همه مطرحند، زیرا آن پژوهش ها و نقطه یابی های دقیقی که استاد در آثار ابوالمعانی بیدل دهلوی انجام دادن بی‌نظیر است. ولی استاد همچون دیپلمات برای ما بسیار چهره گرامی هستند، همچون سفیر. و در واقع امون عباره سفیر کبیر در نسبت استاد آرزو تحقق یافته، زیرا من شخصا شاهد بودم. زیرا در زمانی که استاد آرزو در دوشنبه سفیر جمهوری اسلامی افغانستان بودند، بنده رئیس ریاست سیاست خارجی مرکز مطالعات ریاست جمهوری بودم و از روی کارمان، از روی کسبمان، از روی ساحه کاریمان همیشه با سفیران از جمله با استاد آرزو همکاری داشتیم. و استاد آرزو همچون یک سفیر دانشمند، همچون یک سفیر خوش اخلاق، همچون یک سفیری که همیشه به استقبال اندیشه های سالم و سازنده می رفتند، در بین همه سفیرهایی که در اون زمان کار میکردند همچون یک سفیر کبیر، یک سفیر صاحب شخصیت و احترام اعتراف شده بودند. و من یاد دارم که چندین نشست های علمی، تحقیقی، سیاسی، دوستانه، ادبی در تاجیکستان و در افغانستان با ابتکار استاد آرزو برگزار کردیم. و من همین رو میتونم گویم که از او دوره سفیری استاد آرزو در تاجیکستان ما همین رو یاد داریم که استاد توانسته بودند روابط دو دولت را به سطحی
رابطه دو دولت رسانده بودند که فراتر از همه چی منافع دو دولت در نظر بود و اون دوره طلایی در رابطه دو کشور ما بود که ما اون رو شاهد بودیم. از این رو ما خاطره بسیار نیک از استاد آرزو داریم ولی همون جنبه فرهنگیشون در تاجیکستان به این حد مطرح بود که اگر سفیر بودنشون برای اهل سیاست خارجی، اهل رابطه های بین خلقی بسیار مهم بود، ولی برای مردم، برای جامعه ادبی و فرهنگی تاجیکستان استاد آرزو پیش از همه با عنوان یک شخصی فرهنگ سالار مطرح بودن در محفل‌های ادبی، در شب‌های شعر، در شب‌های ایجادی، در برنامه‌های فرهنگی. اینقدر حضور استاد آرزو فعال بود که بعضی گمان میکردن که بخشی از این محیط فرهنگی تاجیکستان است و یک ویژگی خاصی استاد آرزو همین بود که فراتر از مرزهای سیاسی در سطحی یا در مقیاسی اون حوزه بزرگی تمدن فارسی در مقیاس خراسان تاریخی می اندیشیدن. برای همین یک پل پیوند بین همه خراسانیان، بین همه فارس زبانان بدن. من فکر میکنم که این وسعت شخصیت استاد آرزو با همون وسعت حوزه تمدنی خراسان بسیار رابطه دارد، چون که استاد هم مطالعه بسیار بزرگ در این حوزه داشتند، هم پیوندی احساسی و ارزشی بسیار نزدیک با ارزش‌های این حوزه تمدنی داشتند. من یادم است که وقتی که سفارت جمهوری اسلامی افغانستان را در شهر دوشنبه باز کرده و استاد آرزو اقدام می‌کردند که همون تالاری سفارت را به نام 7 اورنگ گذاشتند. 7 اورنگ طور میدونیم نام اون شاه اثری بزرگ مولانا عبدالرحمن جامی است و امروز هم که هر بار به سفارت افغانستان مهمان شویم در مراسم‌های فرهنگی شرکت کنیم، روی و دعوتنامه ها حتما نوشته است که شب فرهنگی در تالار 7 اورنگ برگزار میشد. این به هموس محیط سفارت یک فضای معنوی خراسانی داده بودند. خب اکنون من میگفتم که ریشه این بزرگی در خراسانی بودن و در این حوزه بزرگی تمدنی است و خاصتا در هرات، زیرا طوری که ما میدانیم هرات در کنار بلخ، بخارا، سمرقند یکی از مادر شهرهای تمدنی ماست و برای مردم تاجیک هرات یک جایگاه بسیار ویژه دارد، زیرا تاجیکان با خود همین کلمه هرات، نام هرات، از خردی تا بزرگی همیشه آشنا هستند، زیرا بچه تاجیک وقتی که به مکتب میرد تاریخ میخواند، ادبیات میخواند، فرهنگ میخواند، تاریخ هنر میخواند، همه جا ذکر هرات است. مثلا ما در ادبیات، خاصه در ادبیات، در تاریخ، از امی خواجه عبدالله انصاری تا جامی تا نوایی تا هلالی، کمال الدین بینایی، زین الدین محمودی واصفی، خود کمال الدین بهزاد، اینقدر نام‌های آشنا از تمدن هرات برای تاجیک است. بنابراین تاجیکان هرات را در ذهن خود، در وجود خود، در محیط فکری و ادبی خود همیشه احساس میکنند و من یادم است که دوره که ما یک ویژگی دیگری این شناخت ما از هرات در همین است که با تفاوت از خود ایران و با تفاوت از خود افغانستان، بعضی از چهره هایی که از حوزه تمدن و فرهنگ هرات بیرون آمدن در تاجیکستان بسیار مطرح تر هستند. مثلا اون قدری که مولانا بدرالدین هلالی
در تاجیکستان مطرح است، و قدری که کمال الدین بینایی در تاجیکستان مطرح است، و قدری که حسین واعظی کاشفی در تاجیکستان مطرح است، و قدری که زین الدین محمودی واصفی در تاجیکستان مطرح است. من در محیط علمی و فرهنگی ایران و افغانستان بودم. این شخصیت ها در اونجا اینقدر مطرح نیستند، ولی تاجیکان اینقدر بدایع الوقایع واصفی میخوانند، اینقدر آثار هلالی میخوانند، اینقدر مثلا می اخلاق محسنی و انوار حسینی از حسین واعظی کاشفی یکی از کتاب‌های اساسی تربیوی بچه‌های تاجیک در مکتب، در دانشگاه هست. بنابراین آثار تمدنی و ادبی و فرهنگی و تربیوی هرات در محیط تاجیکان خیلی مطرح تر است، خاصه حتی در محیط دینی. مثلا وقتی که در زمان شوروی دسترسی به اکثری تفاسیر و شرح‌های قرآن در زمان معاصر مشکل بود، در حوزه علمی بخارا، در حوزه آسیای مرکزی، در حوزه تاجیکستان برای فهم و ادراک قرآن اساساً تفسیر حسینی استفاده میشد که تفسیر حسینی مربوط به حسین واعظی کاشفی یکی از چهره‌های بزرگ تاریخی هرات است. بنابراین ما در هر قدم، در هر درس، در هر کتاب، در هر صنف مکتب از هرات میگیم، از هرات میشنیم. آخرین چیزی که درباره هرات میخواستم بگم، همچون شهری که چنین سلسله شخصیت ها رو به ما داده است، از جمله استاد عبدالغفور آرزو را برای تمدن داده است، امی رو میگفتم که امی سال گذشته وقتی که در هرات زلزله شد، وقتی که چند روستا و جماعت هرات به خاک یکسان شد و متاسفانه هموطنان اونجا هلاک شدند، جامعه تاجیکستان، خصوصا جامعه فرهنگی، جامعه ادبی، مردم عادی هم این فاجعه رو بسیار نزدیک به خود پذیرفتند و من شاهدم که در امروز روز تمام شبکه‌های اجتماعی تاجیکی، چی فیسبوک و چی اینستاگرام و تلگرام و غیره و غیره، پر از تعزیه، پر از سخن، پر از همدلی، همدردی، شعر و قصه و غیره و غیره درباره همین هرات و زلزله هرات بود. یعنی گویا که همراه با هرات دلی هر تاجیک هم لرزید، روحی هر تاجیک هم لرزید و ما دیدیم که هم در سطح رئیس جمهور، هم در سطح وزارت خارجه، هم در سطح اتحادیه های فرهنگی و علمی و ادبی، هم در سطح شخصیت های ملی، همه لازم میدانستند و لازم دانستند که برای مردم هرات سوگواری گویند، همدلی و همدردی اعلام کنند. و شما دیدید که با وجود آن که بین تاجیکستان و حکومت امروزه حاکم در افغانستان روابط دیپلماتی نیست، ولی تاجیکستان یک کاروان بزرگ کمک انسانی را برای مردم هرات فرستاد، زیرا حساب هرات، حساب اون رابطه های فرهنگی و تمدنی ما با حوزه خراسان از حساب های سیاسی و ایدئولوژی جداست. انا از همین نظر من میگم که همین زلزله هرات بار دیگر نشان داد که در دل هر تاجیک مهر و محبت هری شهر هرات زنده است و این هم یک امتحان دیگه بود. از جمله خود من، اگر یادتون باشه، در اون شب روز یک غزلواره یا چند بیتی سوگواری سرودم که من شاهد بودم که مردم هرات هم این را پذیرفتند و بسیار پاسخ‌ها، بسیار عکس العمل‌ها، شرح و کامنت ها با آن نوشته بودند. بنابراین ما اونجا فهمیدم که چگونه که ما هرات را دوست می‌داریم، هرات هم، مردم هرات هم ما را دوست می‌دارند. همون بیت مشهوری یکی از فرزندان تمدن هرات، مولانا بدرالدین هلالی را
به یاد آوردم که میگفت که این عشق دو جانبه است، این عشق متقابل است. گفته بود که عاشقان هرچند مشتاقی جمال دلبرند، دلبران بر عاشقان از عاشقان عاشق ترند. عشق می نازد به حسن و حسن می نازد به عشق، آره آره این دو معنی عاشقی هم دیگرند. یعنی همون گونه که تاجیکان هرات رو دوست می دارن، مردم هرات هم تاجیکان رو دوست می دارن، چونکه همه پیوندن. بنابراین من میخواستم در نهایت همون مصرع های را که برای هرات نوشته بودم اینجا با خود آوردم، آن را برای اظهار همدلی و پیوند جاویدانگی ما با هرات بخوانم و هم بار دیگر تاکید کنم که استاد آرزو، استاد عبدالغفور آرزو با اون صفا و صمیمیت و روح خراسانی که داشتن، بار دیگر ما رو با ارزش‌هایمان، با اون حوزه بزرگمان پیوند دادن، پیوندهای ما رو احیا کردن و بار دیگر این سالگردشان برایشان تبریک میگیم. این نوشته با نام بزرگان هرات، با یاد بزرگان هرات آغاز میشد. جامی و نوایی و هلالی و بنایی، جامی و نوایی و هلالی و بنایی، ای خاک هری مادری اندیشه مایی. با خواجه انصاری و تفسیر حسینی، برگردن ما تا به ابد صاحبی دینی. یعنی مردم ما دینشان را، عرفانشان را از خواجه عبدالله انصاری و از تفسیر حسینی در دوره شوروی درست میکردن. هر فرد که تاجیک و خراسانی ذاتی است، هر فرد که تاجیک و خراسانی ذاتی است، در جوهر او یک قلم از سبک هراتی است. مایان که شکرخواره این قند هراتیم، امروز عزادار چو فرزند هراتیم. امشب به غم مردم زارش بنشستم، در گوشه هر خانه مزارش بنشستم. افسوس که یک کنگره ننگ فرو رفت، افسوس که یک گنبدی فرهنگ فرو رفت. جامی و نوایی و بنایی و هلالی، گنبد فرهنگ این خیلی که هر یک خانواده هرات، هر یک بام خانه هرات یک گنبد فرهنگ بود، زیرای سرزمینی پر از آثار فرهنگی و ارزش های بلند. افسوس که یک کنگره ننگ فرو رفت، افسوس که یک گنبد فرهنگ فرو رفت. جامی و نوایی و بنایی و هلالی، ای رود هری رود همه اشک زلالی. شهری که ستون مهره ایرانی بزرگ است، شهری که ستون مهره ایرانی بزرگ است. شهری که نگهداری خراسان بزرگ است. تشکر.